با سلام خدمت شما دوستداران حلزون تراپی. من چهره ساز هستم و خواستم که این حلزونای خوشگل رو یه بار دیگه از نزدیک به شما نشون بدم که متوجه حتما هستید که اینا تعدادشون زیاده و الان که یک مشتری عزیز منتظرمه توی سالن، 4 تا حلزون رو توی ظرف جدا کردم که ببرم برای اون خانم عزیز که کار حلزون تراپی رو انجام بدم. و بعد از اینکه اومدم این 4 تا حلزونی که روی صورت اون خانم بوده میرن داخل یه سبد دیگه‌ای که قرنطینه هست. پس شما عزیزان اصلا نگران خدای نکرده رعایت نکرده